بختیار هستی؟ خوبه بخیر خیریت. شکر. کجا بدی؟ این پاکت ها را تقسیم میکنم. میگم پاکت ماما چه کار کردی؟ ببردی؟ میبرم. بو برده که وقت همه داره. مسیر به من محل بخوره دیگه از اونا را. همه توزیع کنی که حیات تو نره. چشم. ماما را حواله ببره. چشم میبرم. برو زودتر برو. خداحافظ. رمضان میگم همین 2 تا پاکت در رفیقات هم بود اونا رو خود تو ببری با خونه بگدشتون خوبه؟ خوبه من میبرم تو هم پاکت ها رو ببر. خوبه چشم. اونا رو ببری خب باز نمونه. خوبه. هم خرابم اینا همه دیسی شده. تو مثل طلوع خورشید گاهی سرخی گاهی زردی، تو مثل دوا میمونی که واسه شفای دردی، واسه مهربانی تو الهی که من بمیرم. بذار تا برات بخونم به صدای عاشقونه که به دنبال تو هستم به یه شغل کودکانه. تو به خلوت شب من مثل چل چراغ میمونی، گساله جو بیایه که تو را من پاک کنم. آخه اینجا خیلی نکنی قناق شما رو بخیر بگیره. لا 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 لا. همیشه اسم تو باشه توی دارگی شبان نمین دل تنها الهی 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 الهی. باشه تو را میشونم که پاک کنم، تو را هم صفی میکنم. صبر کن فش خرابه. پارسال بار دست جمعی رفته بودیم زیارت. به جلا دادی جلا. با بیلا سر تو از سر من نشوتره. مگر همی دفعه سر تو به ریکا بشورم. دوستی دارم همیشه. صبر کن دیگه نه بابا تو به خوبی خوام نمیفهمی. سلام گیلک چکار میکنی؟ شما مایشتنی خوبی بخیر خیریت خوب هستی؟ خیریت جان جونه. چکار میکنی؟ همین از صفی میکنم بروی همین لمشتیا خو میکنم لمش میشم اینا تمام کلمه از اینا پاک خراب شده. اوه چه خبر خوب هستی؟ شکر فضل خدا. الهی شکر. زنده باشی سلامت باشی. پاکت عروسی آوردم برای شما. کو پاکت؟ نه ببر در خونه. نه او ببری برای من چیز که این یک دن گم میشه پیش ما گم میشه. یا تو یک دن به دردم خوردی. خب من 10 تا پاکت دیگر هم بگرم ببرم. این میبردی چیکار میشه؟ خب برو جو عزیزم خاطر که اینجا نال من اینجا دستام تره. به تعجیل مشتیا پاکت عروسی شما گفته که خداحافظ. چیکار کنم؟ ببرم. چیکار کنم؟ بیا سپی میگم. نمی خوب کاری. میگم راستی بیا تو. کل بیا. چیه؟ ما متعیلی خبر کردی یا مجردی؟ ایشته خوش داری. آدم ماما خانواده ماما ایشته خبر میکنه. خانواده ماما آدم ایشته خبر میکنه به عروسی همشیره یا عروسی خود تو خودتو بگو. خب عروسی زبه دیگه خواهرتو نمیفهم. سمنه برده چرا؟ بعده گو میشنه بعده همه شما خبریم. شب جمعه بخیر. شب جمعه؟ انشالله. شب خوشحال شدی؟ به شکن با افسوس میخورم من. چرا؟ انالی تی بیدی اگه سعی تو یک دقیقه صبر کن. ایلک من کار دارم. میگم 10 تا کارت ببرم آخه من. تو صبر کن. همیته بگی. چه کار میکنی؟ همیته بگیرم. همیته بگی. گرفته دارم. افسوس میخورم. شام و چراغا رو روشن کنیم امشب عروسی داره. همسایه‌ها خبر کنیم امشب عروسی داره. برای عروستم
خانه رقص وا کنی آفرین. جمع بشیم به دور چون ای دخترانی دم با واستی خوش وقت چون استعی دل دوا کنی عروس چقدر قشنگه امشب مبارکش با دو ماچی شاد و رنگه امشب مبارکش با شرم و حیا مال پیار منه اما باید دو ماده ببوسه یالا دیگه همه منتظریم عروس باید دو ماده ببوسش همه چراغا روشن کنه شو عروسی ایدگل 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 ای رنگ تو به گرشه ما را زیدم مسخره میکنی تبله زنم به تو بله شکر موجود تیار خوبی چرا خیریته چه کاره امشب مجلس ها خبر دارم مجلسه یعنی ده که پاک میگم گوش که چی میگم ده که پاکتا نوشته که بگفتی که مامای هم دارم تو هم بوده فکر نکده که ماما میری سفید باشه میرن سر مجلس خوبشونو بس سر این پاکتا که من نوشته میکنن اون خبری داری یا نداره با مسئولیت بکردی چه کاره؟ اون مادر گیله کو بیاد بخونه شما مرد که ما چکار کنه خب ما بیادم تالار بشینم فیزره ای یا بشینم اصلا نمیایو ماما جان ایگه پار نزنه واقعی شما ریسفید مانیم شما باید بدم تالار به فیزره ای شیشته باشیم من ریسفید شما نما آره به خود شما ما داریم و نداریم یک مامان داریم ما خود پیاره نداریم شما ریسفید مانیم واقعی تو اگه با فکر ماما خو میبودی ماما ریسفید خو میبودی اقلا به همسر پاکتا مر به همسر پاکتا میشوندی آره حواس ما نبود ماما جان ببخشید حواس شما نبود اگه حالا که مادر گیله بیاد اصلا من نمیایم ماما ایگه پار نزنه که بعد ما اشته به طرف این میمونا خو نگاه کنیم ما نگاه کن ما نکنه من چی کار دارم به هیچ عنوان ما به تالار نمیایم ماما جان شما به کجا چرا من چی کرده که ما به کجایم شما بگین با تا باخچه خود خوب خوبه سه یعنی میام به پیش شما خوبه باخچه خود شما من باخچه خود ما با سه من میام که بیایم من نمیرم به تالار کاکاجو خب باخچه بیدم به پیش شما ها خب من نمیام به هیچ عنوان من نمیام من تا باخچه ایم شما من نزدیک میام خود شما خدا فستو ماما تو ریز سفید مانی تا که پاکتا نوشته میکنی مرم باشن اگم سر پاکتا بگومی ماما من ریز سفید باشه پیاره ندارم کلونه ندارم ماما منه ریز سفید مامینه حال ما برو دم تالار بشینون که چکار شده مردم بیگونه هم بس فامیلی خبر میکنه میرم تالار میشینم لقمه نونه میخورم میگم نه خیر کشکو
سلام علیکم. و علیکم. ماما اشتره. شو. دیار هستم خیلی سلامتی. شکر. دیار خوشحاله. بس بخدا. چه کاره ماما؟ چه کاره؟ چرا آخه به من چی میگم بس سر مجلس نمیاد. نمیایم. چی گپ ماما که نمیای چه کار شده؟ میگم بله. همدان که موجو پاکتا نمیشه که بگفتی مامایم دارم. خود سر کنی. بگفتی که مامایم دارم. گوش کشی ماما چی میگم به شما راست میگین شما. این معامله مجلس عروسی که هست آدم شلوغ به سر آدم یک دم سعی میکنین که بیترین قوم آدم بیترین دوست آدم عیاد آدم بره که بعد مجلس بیاد آدم ماما. همه تا عیاد تو بره که یک مامای دیشه عیاد تو بره. آخه پاکت که شما ری کردم ماما. پاکت خیلی هر کس من پاکت خیلی ری میکنه نوشته میگه فامیلی من میرم لقمه نون میخورم. آخ من کلون شما هست یا نه؟ کلون ماما کلون شما هست یا نه؟ بله. فکر میکنی کی به مردم مسئولیت که تو چند تا خبری داری بگفتی؟ خب شما به ما بگفتین که ما خبری دارم بیا. بعد ما بگم برای شما. ما وزی فکر نشدم ماما. حالا که ما خوب کردم. خود شما بر من طلا را رقم میکنم مجلس شما را اختیار کنید. ماما ما خب پیار نداریم. فکر کنیم پیار ما شما نیم. شما ریستفید مانیم میسفید مانیم بعد شما به چوکی به پذیرایی به دام تالار شیشته باشید. نه ماما جو. او که مادر گیلا کم برا. ماما سعی کنیم ما به شما چی میگم شما کلون مانیم میسفید مانیم به می مجلس خوار ما که شما نباشیم به پذیرایی ما کیر ببرم استاد کنم. ماما خوب کردم. گیلا کمیجیه کجیر همینجیه عباس همینجیه مادر اینا همینجیه دیگه ما چیکار کنی دیگه؟ ماما جان گیلک و کجیر و عباس اونا بچه هم اونا میرم به یک جا میشینم نون خور میخورم بیری میشم مادر نم خب تالار زنکایه اما یک مرد کلون نمای که دم تالار شیشته باشه به طرف ما. یعنی ماما جان من نمیرم. ماما این کار نکنه که ما اگر خوشکو درد میخوره. ورزم نک پیش من. خب پس دیگه من حالا یک اشتباهی پیش بباشه. چو باش گریه نکن. آخه ماما شما نره من فکر نمیکنین که ما کلون نداره. شما هم هر دو پا خور به یک کش کردین که من نگفتی خواهل پیش ما یک اشتباهی شده. حالا خیره گریه نکن. میرم. دیگه اشتباهی پیش رو سر نزنه. خوبه چشم ماما جون. وقت زنبر ماما که دیر شدم ما حالا یک ساعت بعد هم مردم به تالار میایم بره. خیر بینیم ماما جون بره. اینا رو برداریم. باشه اینا رو جمع میکنم. باشه من برمیدارم.